این هفته خبر تو خبر داره براتون. از معرکه گیری آخوند رئیسی در سالگرد روی کار اومدنش و دروغ. اقداماتی که دولت کرد این که خودش کارهایی نکنه 2 مرتبه تورم افزوده بشه. اولین اقدام در واقع مهار خود دولت بود از اینکه کارهای تورمزا نکند، خلق پول نکنه، استقراض نکنه، خود دولت پایه پولی رو بالا نبره. اینا اقداماتی بود که دولت از خودش آغاز شد برای اینکه کارها اینجور. این هم جواب مردم به دروغ‌های رئیس جمهور خامنه‌ای. رئیس دروغگو، حاصل وعده‌ها کو؟ از اون طرف بشنوید از پاسدار قالیباف خالیباف که میگه اگه ما نبودیم همه کارا پیش میرفت. ما اگر بخوایم در حوزه برنامه هفتم این برنامه را مثل 6 برنامه گذشته‌ای که نوشتیم و گفتیم و چرخیدن مجلس ها و دولت ها، هیچ برنامه‌ای بیشتر از 30% موفقیت نداشت که من معتقدم اگه هیچ کاری نمی‌کردیم اون 30% تو روال کاری خودش اتفاق می‌افتاد، اصلا ولش می‌کردی خودش انجام میشه. برنامه‌ریزی نمی‌خواست. اون که بله، اگه شما نبودید و دزدیاتون نبود کارا خیلی خوب پیش میرفت. توی داستان سیل هم مدیریت بحرانشون این مدلی بود. تصمیم گرفتیم آب اینجا کلا خالی بکنیم، تخلیه بکنیم، آب اینجا ببریم اصلا. خب حالا چجوری شما دارین آب اینجا خالی میکنید؟ ما واقعیتش طی برنامه‌ریزی سری امکانات تهیه کردیم و داریم تون آبو بار میکنیم ببریم. همونطور که میبینید اینجا. بله. اینا وسایلتونه؟ بله. من صبحی 2 تا اینا پر کردم و فرستادم بیرون. این خبر خوشی که میتونم به مردم بدم و اینکه دیگه الان اینم محترمی که بچه بیا ببر خالی کنه. خودم هم اینجا دارم تون دینار بار میکنم. تون دارم بار میکنم که ببرم خالی بکنم. آقا خسته نباشید. سلامت باشید. ما دیگه وظیفمون داریم کار انجام میدیم. دست شما درد نکنه آقا، ما مزاحم کارتون هم شدیم، ببخشید. شد الان. بله. کی پخش میشه؟ آره ان شاء الله پخش. هی اسمم بگو به عنوان مسئول با درایت سخت کوش بزنه، اسمم گنده بزنه. حتما میگم کار انجام. الان دیگه وضعیتی شده که رشته امور از دست عظما در رفته و از استبل ولایت هم یه چنین سر و صداهایی بلند شده. کو ملت؟ چی از ملت مونده؟ این روزها که به حوزه‌های انتخاباتی میریم جز بد و بیراه مردم، جز آه و نفرین مردم آیا چیزی شما میشنوید؟ دولت ناتوان از اداره امور کشور هست و مجلس باید به عنوان نهاد نظارتی و قانونگذار دخالت کنه، نه نطق. باید سوال کنه چرا خود رو 4 برابر 5 برابر کشورهای همسایه به ملت فروخته میشه؟ چرا باید به بهانه قاچاق و جنگ اوکراین آرد رو بخوان که معاش حداقل مردم ما از اونها بگیرن؟ روزی حسرت خانه های کشورهای همسایه رو میخوردن، روزی حسرت خودروها، روزی حسرت زندگی، الان دارن حسرت نان خوردن کشورهای همسایه رو بخورن. ببینید شعارهای مردم و مشتایی که نثار ملاج عظما میشه چه بلایی بر سر رژیم آورده که صدای بوفالوی ولایت هم در اومده. حرف منو گوش ندید. جواب منم این فحشایی که شما تو فضای مجازی میدید، جواب من اینا نیست که جواب من تو فضای مجازی من فحش میدید. جوابی حرفایی که من میزنم، جوابی که تهدید دارم، نه تنها به من، به بچه های من که سو کار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جوابی حرفا. شما جواب منو میخواد با این فحشا بدید. خب بچه های من چی گناه کردن؟ اونا چرا فحش میدید؟ خود من بدید. بله معلومه بوفالوی ولایت بد جوری گرخیده. البته این پدرزن رئیسی جلاد خبر نداره که قبل از مردم خدا تو قرآن به حساب این آخوندهای خمینی صفت رسیده.
قرآن 2 جا توهین کرده، هر دوتاش هم به آخوند، هم سگ هم الاغ، هر دوش فقط به آخوندهای فاسد گفته، به کسی دیگه خدا اینجوری شمشیر رو از اون نبسته. تعبیر سگ هار و یکی هم الاغی که بارش کتابه، خداوند 2 جا این ادب ظاهری رو گذاشته کنار. الله به تعبیر ما میگه فحشا رو کشیده. هر دوش راجع به روحانیون فاسد ادیانه که یا اهل دنیا هستند یا در خدمت اهل دنیا هستند. این هم شعار مردم همدان که جواب عظما و علم الهدا و رئیسی و تمام آخوندهای حاکم رو اینطوری دادن. از اونجایی که سیبل اصلی مردم خود عظماست، آخوندا به دست و پا افتادن و اینطوری از درب و داغون شدن ولایت مینالن. اگر میخوایم تاریخ تکرار نشه، تو پازل تضعیف دشمن بازی نکنیم، ولی رو تنها نگذاریم، حرف ولی رو گوش بدیم. فضای مجازی و ماهواره امروز بلندگوی تخریب‌های ولایت از ناحیه دشمن. البته این بلاهایی که سر عظما و نظامش میاد نتیجه غلطاییه که خودش توی 40 سال کرده. Magari chi coglioni sganghero! Ti fai male cadere gari chi coglioni, oi! Non è normale. یکی از کارهایی که آخوندا برای بتونه کاری شکافای عظما کردن برگزاری مانورای دوغکیه. مثل اینجا اومدن آزمایش پهپادی کنن، اما قبل از اینکه پهپاد به هدف بخوره هدف منفجر میشه. ملاحظه کنید. اول و آخر مانورای آخوندا یه چیزی تو این مایه هاست. حالا برای اینکه خندتون تکمیل بشه یه نگاهی به گزارش این گزارشگر تیوی ریش از مانورشون بندازید که کاملا بدون شرحه. خبر به آگاهی شما میرسانند حسین اژدخایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش پهپادی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سواحل مکران. ارتش جمهوری اسلامی ایران، سواحل مکران. تا همین جای کار قشنگ میشه دید که مانور این گربه کماندو خیلی موفق تر از رزمایش آخونده است. این هم یه تصویر شبیه سازی شده دیگه از مانورهای آخونده و شلیکاشون. ببینید وضعیت چقدر خراب شده که خودشون هم میگن اگه پرتابامون به در و دیوار میخوره به خاطر اینه که آزمایشیه. بنابراین بعضی از پرتاب‌های ما آزمایشی است و انتظار این که بره و مثلا تو مدار ماهواره‌ای رو قرار بده ما خودمون نداریم. یعنی داریم آزمون میکنیم که مثلا ببینیم این موتورها تا مثلا در مثلا هر شعاعی چجوری عمل میکنه. این هم یه آزمایش علمی با الهام از همین پرتابا. خانم معلم صبحتون بخیر. آزمایش علوم میخوام انجام بدم. این پلاستیک این رو آب یعنی سبک، این سنگ. اول فرض تکون نخور. مشنگستان این هفته رو با مشنگ تاجداری شروع میکنیم که تو سالهای سلطنتش کلی به آخونده پر و بال داد و آخرش هم خمینی شد ولیعهدش. البته همتون از اعتقادات
شخصی و هم از لحاظ مملکتداری من به دین مبین اسلام اطلاع دارید. ظواهرش هم در گفتارهای من و هم در اعمال من میبینید. این آستان قدس رضویر معمرین قبل از سلطنت سلسله پهلوی یادشون هست که آستانه مغروز بود و چه مخروبه‌ای، و حالا میبینید که شاید یکی از عالی‌ترین یا شاید عالی‌ترین مجتمع دینی و مذهبی دنیای اسلام. البته آخونده هم تو پاچه‌خواری برای سلطنت کم نمیذاشتن. اینم یه نمونهش. از هر درگه بازایی به این خوبی و رعنایی دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامتگوی بی حاصل ترنج دست نشناسد در اون محفل که چون یوسف جمال پرده بنمایی. سلامتی خانواده پهلوی را خداوند متعال خواست دارم. بعد هم نوبت این مشنگ عمامه‌دار شد که برای حفظ نظامش هر غلطی کرد. حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. حالا الان هر جا اسم این امام گور به گوری میاد معنیش دزدی و مال مردم خوریه. یه نمونهش رو ملاحظه کنید. برق هم یه مقداری حقیقتا اگر برق رو به قول عامیانه دزدی و به قول یه تعدادی برق امام رو استفاده نکنن هم باید برق غیر مجاز. حیفه که صحبتاتون حذف بشه. احتمالاً اگر خمینی این مصاحبه رو میدید واکنشش این بود: توطئه در کار است، توطئه بزرگ در کار است، توطئه ها در کار است. اینها توطئه است. البته الان دیگه کار از توطئه و این حرفا گذشته. ببینید چطوری تو ورزشگاه سرود سلام پسمانده عظما رو هو میکنن. عظما تو این وضعیت شروع کرده به آخوند مالی کردن همه جا، از بانک گرفته تا کلانتری. طرح حضور روحانیون در کلانتری ها حدود 2 سالی است که اجرایی شده. زن و شوهری وارد کلانتری شدن، خیلی هم با هم اختلاف داشتن، اعصاب روانشون هم خورد بود. بعد رئیس کلانتری یه شیرینی به من تعارف کرد. شیرینی اومدم بخورم، تو دلم افتاد اینو تعارف کنم به این شوهره. به این شوهره تعارف کردم، گفتم آقا این شیرینی با تو، ولی به شرط اینکه بری نصفش کنی با خانم دوتایی بخوری. نصفش رو داد به خانومش، نصفش هم خودش، خانوم هم خندش کرد. خلاصه همون شیرینیه به صورت خیلی مختصر و کوتاه تبدیل به آشتی شد. این حاج آقا چغندر هم خودشو جای کارشناس کشاورزی جا زده. چقدر سوال میکنن که حاج آقا تحصیلاتش های کشاورزی که درباره کشاورزی صحبت من البته در تحصیلات حوزوی دارم، تحصیلات دانشگاهی هم دارم خدمت شما. تحصیلات دانشگاهیم بی ربط به امنیت غذایی نیست که خیلی وقتا اینو میپرسن. در واقع خدمت من علوم سیاسی خوندم که در واقع امنیت غذایی رو یه جورایی من پیوند میدم با حوزه امنیت در واقع ملی و این پیوند من پیوند نمیدم، پیوند داره واقعا امنیت. تو علوم سیاسی که امنیت غذایی نداریم مگه اینکه شما جداگانه مطالعه کردید؟ بله عرض میکنم امنیت رو که یک شاخش امنیت غذایی واقعا. یعنی من میخوام خدمت شما بگم هیچ موضوعی مخصوصا توی شرایط امروز ما واقعا پیوند نداره با امنیت ملی مثل امنیت غذایی. به کلکسیون مشاغل آخوندا آخوند پاتر هم اضافه شد. این کوچولو پدرش رو گم کرده و داره گریه میکنه. یک گروه موسیقی خیابونی به کمکش میاد و باقی ماجرا رو خودتون ببینید.
questa persone Eduardo, ¿dónde estás, Eduardo? Juan Cruz.